نمیدونم علت در چی است که اگر خانم ها شبانه در دوشنبه بعد از ساعت 17 یا 19 به کوچه برایند، ماشین های زیاد در نزدشون ایستاده دعوت های ناجا میکنند و اگر اون خانم مثل من یک جوان باشد و خود را رنگ و باری زیاد کرده باشد، به شک و شبهه اون به حیث یک زن فاحشه قبول کرده می شود. اگر باور ندارید پس بیایید میبینیم. نه راما هیچ که کیف نکرده صدای جا کجا در کره؟ کجا در کره؟ نمید کتنه نه نه راما کجا در؟ در کار نیسته یگانجو چه چیسته دارگن؟ خیلی کار دارم چی کار دارم؟ چی اهمیت دارد برای شما؟ اهمیت کلان داره просто کتید گب مزنم با فروخی نه یه مینوت بشی؟ خولیگان میتوی بگی دست بگی برا لبا خوش رو روزی میکنید Тебя люблю, хочу и помню твое тепло и за красоту, и как прекрасное вино. Я буду это и нож твой вкус, понимаешь? Пока живу, пока дышу. خب برای چی شنم یک گو؟ برای میکنم Şey, Sozi. میشو Kalmatı da. Şans mı yedin? چه؟ Şans mı yedin? چانس من؟ ما آدم گفتگیت نیستم سریوز موخی؟ Yaki خیلی ناز بزرگ تنمونی. من ناز بزرگ ندارم موخی Yapsana ya ne bileyim dayık neki zat. آخه کجا بروم ما یگانجا ما آدم گفتگیت نیستم Bad خودم نمیدونم. ما کجا میدونم خودم نخوشی. اینه که دیدید یگانه مشکل نیست که یک دختر شبانه میتواند با آن دوچار شود. باز اگر خدا نکرده دخترها و یا خانمها نفهمیده در جای انتظار نقلیات و یا نفر شوند که استگاه زنهای سبکپا باشد، از دست فاحشه ها سالم رها شدن او امر است محال. بیایید شاهد میشویم، خود ببینید. چه توچکه مادایی؟ اینجا توچکه شما؟ من نفهم چه نماده ایستادن؟ راست میگی موخی یگانه من نسته نیست ساز دارم نماشم زیر لطوب میرمزی نه های بخشیش جا تو فهمان شال من نسته راست کنم بخشیش خیلی من نفهمیدم من نفهمیدم نتونی پاکه اینجا نیویی من مجرد اجاق تشکی میکنم میخوام نه متکت پاسپورت بیام بیام پاسپورت ندارم خاطی چی داری؟ برای بخشم میکنی